دنیا طوری طراحی شده که به برنده ها جایزه بده. برنده ها که دیده میشن، برنده ها که میفروشن، برنده ها که منابع بیشتری در اختیارشون قرار میگیره و شانس بردشون بیشتر میشه حتی. ولی بازنده ها چی میشن؟ بازنده ها اصلا دیده نمیشن. بازنده ها در واقع وجود ندارن. توی جایی هن به اسم قبرستان بازنده ها و هیچ کس اونها رو نمیبینه. اصلا کاری به بحث اخلاقیش ندارم، خوب و بدش رو کاری ندارم، ولی یه جا این مسئله برای ما خیلی خطرناک میشه. اون جایی که ذهن ما به عنوان بخشی از یک انسان و بخشی از همین طبیعتی که داریم در موردش صحبت میکنیم دوچار یه خطای خطرناک میشه به اسم خطای بقا. خطای بقا میاد احتمال موفقیت ما رو همیشه بیشتر از اون چیزی که واقعیت داره اندازه میگیره و ما رو تو یک مسیرهایی میبره با چشم بسته و بدون آگاهی و اونجاست که برای ما به شدت خطرناک میشه. با من همراه باشین تو ادامه ویدیو تا این خطر بیشتر بررسی کنیم. سلام، من امین ابوالحسنی هستم. خیلی خوش اومدین به این ویدیو. اینجا چنل رتوریکه و ما داریم اولین خطای ذهنی کتاب هنر شفاف اندیشیدن رو بررسی میکنیم. خطای بقا. خطای بقا یعنی چی؟ خطای بقا یعنی این که ما مدام توی مسیری که داریم راه میریم احتمال موفقیتمون رو بیشتر از اون چیزی که هست در نظر میگیریم و این زمانی خیلی بیشتر میشه که ما به یک مسیری اشراف نداریم، مسیر ناشناخته‌ای داریم تازه توش قدم برمی‌داریم. میخوام یه مثال بزنم که این مسئله براتون شفاف بشه، ولی قبلش میخوام یه توضیحی بدم. قبل از اون مثال ببینید این کتاب میاد میگه که یه قبرستونی داریم ما که اون قبرستون جای اون آدم‌های شکست خورده است و خیلی مهمه که ما به اون قبرستون نگاه کنیم. ما تمام توجهمون رو معطوف کردیم به اون نوک قله کوه یخ که از آب بیرونه و بقیه کوه یخ رو نمیبینیم که توی آبه و کل مسیر موفقیت شامل کل یخ میشه. فقط اون قله رو در نظر نمیره. تو هر مسیری که بخوایم وارد بشیم، بخوایم نویسنده بشیم، بخوایم هنرمند بشیم، بخوایم یوتیوبر بشیم، بخوایم یه بیزینس رو اندازی کنیم، حالا توی یه سری بیزینس ها مثل کسب و کارهای استارتاپی اونه که ریسکش بالاتره، این خطر خیلی بیشتره. حرف این کتاب این نیست که اصلا وارد مسیر نشیم. این کتاب میگه که همونجور که الان گفتم کل این کوه یخ کل مسیر ما رو شامل میشه. اگر میخوایم وارد اون مسیر بشیم باید کلش رو ببینیم، نه که فقط قله‌ش رو ببینیم. حالا توی قصه‌ای که میخوام الان بهتون بگم، توی مثالی که میخوام تعریف کنم، این مسئله بهتر جا میفته. توی زمان جنگ جهانی دوم ارتش آمریکا میاد یه تحقیق انجام میده. میخواد وین ریت هواپیماهاش که میرن عملیات و برمیگردن رو بالا ببره. یعنی اگر 10 تا هواپیما میفرسته و 5 تاش سالم برمیگردن، این 5 تا رو بکنه 8 تا، تعدادش رو ببره بالا، درصد موفقیت هواپیما رو ببره بالا. میان تحقیق میکنن، میگن چیکار کنیم؟ باید خب این هواپیمامون رو مقاوم سازی کنیم. هواپیماهایی که برمیگرده از عملیات ها رو بررسی میکنن، ببینن کجاهاش تیر خورده، شروع میکنن اونجا رو تقویت کردن و این هواپیما رو میفرستن به عملیات. وقتی که اینا میرن برمیگردن، نه تنها وین ریتشون بالا نرفته بود، بلکه یه جاهایی پایین هم اومده بود. باز تحقیق میکنن، بررسی میکنن، باز میفرستن، باز تقویت میکنن، فایده نداشته. تا اینکه یه آقای میاد میگه که یه ایده رو بررسی میکنه، مطرح میکنه اونجا، میگه خب ببین هواپیما رفتن و برگشتن، تیر هم خورده بهشون. اگر تیر جای مهمی خورده باشه اینا نباید برمیگشتن. یعنی ما اگه بخوایم، در واقع اینجوری باید بگم، اگر ما بخوایم ببینیم که کجای هواپیما رو باید مقاوم سازی کنیم، باید بریم لاشه اون هواپیماهایی که افتادن و ترکیدن یا از بین رفتن یا آسیب دیدن رو بررسی کنیم، ببینیم گوله، تیر، حالا آسیب کجای اون هواپیما خورده، اون منطقه رو ما باید بیایم مقاوم سازی کنیم. اون جایی که تیر به هواپیما خورده و منجر به سقوطش شده، منجر به انهدامش شده. وقتی ما میایم یه هواپیمایی رو بررسی میکنیم که برگشته از نبرد، یعنی تیر به جای حیاتیش نخورده. این انسان در نظر بگیریم که میره به جنگ، تیر میخوره به پاش، این برمیگرده. ما اگر بخوایم انسان رو مقاوم تر کنیم نسبت به موقعیت نبرد، مثلا بخوایم یه زرهی براش بسازیم، نباید بیایم برای پاش زره بسازیم. چرا؟ چون پا عضو حیاتی نیستش.
تیر اگر به قلب بخوره میکشه، اگر به سر بخوره میکشه. توی هواپیما هم همینجوری بود. اینا اومدن چیکار کردن؟ گفتن 2 تا راه بیشتر نداریم، یا باید بریم لاشه هواپیماها رو بررسی کنیم ببینیم که خب کجا تیر خورده که نابود شدن، که احتمالش هم خیلی کم بوده، یعنی منابعشون خیلی محدود بوده. هواپیما معمولا توی منطقه‌های عملیاتی دشمن بوده، نمیتونستن برام بررسیشون کنن. راحت تر این بوده که بیایم ببینیم این هواپیما کجاش تیر نخورده و بیایم دقیقاً همونجا رو تقویت کنیم. چرا؟ چون اگه اونجا تیر میخورد، نقطه حیاتی این هواپیما بود، مثلا به عنوان مثال موتورش، اگر تیر به موتور هواپیما میخورد احتمال انفجار زیاد بوده، احتمال اینکه نتونه به مسیرش ادامه بده زیاد بوده و این منجر میشده به اینکه هواپیما سقوط بکنه. در مورد این خطا هم همین جوریه. ما وقتی میایم فقط برنده ها رو نگاه میکنیم دوچار همین خطا میشیم. اینجا هم این محققای این تحقیق دوچار خطای بقا شده بودن، فقط برنده ها رو نگاه کرده بودن، فقط نگاه کرده بودن این برنده ها کجاهاشون نقطه قوت داره، کجاهاشون نقطه ضعف داره، پرداخته بودن به اون نقطه ضعف ها و هی قوی تر کرده بودن و هی قوی تر کرده بودن. یه چیز دیگه هم این وسط وجود داره، اونم هزینه فرصته. مثال سادهشو بخوام بزنم اینه که این هواپیما 1 تن وزن داشتن و یک موتوری داشتن که میتونست اون هواپیما 1 تنی رو بلند کنه ببره. اینا اگر میخواستن بیان اون منطقه از هواپیما که تیر خورده و سالم مونده رو ارتقا بدن، باید از اون قسمتایی که حیاتی تر بوده کم میکردن، به این قسمت‌ها اضافه میکردن. اگر 5 تا لایه فلز برای اون قسمت بالا استفاده میکردن، باید برای قسمت موتور هواپیما 2 لایه فلز استفاده میکردن. چرا؟ چون محدود بوده منابعشون، نمیتونستن هواپیما رو 10 تن بکنن دیگه، موتور نمیتونسته اون هواپیما رو بکشه. توی زندگی ما هم اینجوریه، ما میایم به یک سری جاها میپردازیم و انرژی و منابع خودمون رو هزینه میکنیم برای اونجا، در صورتی که باید به جای حیاتی تر بپردازیم. خطای بقا میاد میگه که اگر توی یک مسیری میخواید وارد بشید، یک راهی رو میخواید برید، باید روی تمام نقاط تمرکز بکنید. همون نقاطی که شما رو به موفقیت میرسونه، همون جاهایی رو باید تمرکز کنید که شما رو به مرگ میرسونه. اون جایی که شما رو به پیروزی میرسونه رو باید تقویت کنید، باید بهش بیشتر بها بدید و اون جایی که شما رو به مرگ میرسونه رو باید بیشتر حواستون باشه. خطای بقا میگه که اگر یک صحنه نمایش باشه و یک بیزینسمن روش باشه، یک موزیسین روش باشه، یک نویسنده روش باشه، اونهایی که برنده شدن، پشت سر اینها هزاران نفر آدم مردن، پشت سر اینها هزاران نفر جنازه وجود داشته که به اون صحنه نمایش نرسیده. شما اگر یک نویسنده رو در نظر بگیرید که کتابش منتشر شده، ناشر پیدا کرده و فروخته، به ازای هر کدوم از اون نویسنده‌ها یک نویسنده وجود داره که ناشر پیدا کرده ولی کتابش به فروش نرسیده، کتابش پرفروش نشده. به ازای هر کدوم از اونا 100 تا نویسنده دیگه وجود دارن که اصلا نتونستن ناشر پیدا کنن، کتابشون نوشتن، همه چیزشون هم تکمیله، ولی نتونستن ناشری پیدا کنن که بهشون اعتماد کنه که بتونن کتابشون رو بفروشن. پشت سر اون نویسنده که ناشر پیدا نکرده 100 تا نویسنده وجود دارن که هنوز نتونستن کتابشون رو تکمیل کنن. نصف کتابشو نوشته ولی دیگه نتونسته ادامه بده. و پشت سر اون هم هزاران نفر، صدها نفر نویسنده دیگه وجود دارن که اصلا نتونستن ایدهشون رو عملی کنن. رویای نویسندگی رو تو سرشون داشتن و نتونستن اونو به مرحله اجرا برسونن. این داستان موفقیت تو همه صحنه‌ها. ببینید این قبرایی که وجود دارن، این جنازه‌هایی که تو این قبران، اون هواپیماهایی که لاشه‌شون توی جنگ از بین رفته، اینا دیده نمیشن، اینا کسی بهشون توجه نمیکنه و طبیعی هم هست. بحث تئوری توته و این چیزا نیستش، اصلا وجود ندارن. هیچ رسانه‌ای نمیتونه بیاد اینو پیدا کنه و باش مصاحبه کنه یا بهش بپردازه. شما این پادکستایی که الان توی یوتیوب یا توی جای دیگه هستش رو نگاه بکنید، پادکست‌های گفتگو محور، پادکست‌های زندگی نامه، چند درصدشون از افراد شکست خوردن؟ باز الان خوب شده، الان یه ذره دستا بازتر شده، رسانه‌ها پخش شده، دست مردم اومده. خود اون بازنده هم میتونه دوربینشو بذاره، یه میکروفون بگیره دستش و شروع کنه صحبت کردن. ولی باز همون بازنده نیست. یعنی اگر یک نفر بیاد از شکستاش بگه، باز همون آدم کسیه که تیر به جای حیاتیش نخورده، هنوز زنده است، هنوز داره نفس بکشه، هنوز نا برای ادامه دادن داره. بازنده ها وجود ندارن، دیده نمیشن، تقصیر هیچ کس هم نیست. هیچ کس نمیاد اینا رو نقشه قبر کنه به ما نشون بده تا ما بتونیم مسیرمون رو روشن‌تر ببینیم، بتونیم
با دید بازتر ببینیم، بتونیم خطرات مسیرمون رو ببینیم. راه با جنازه ها ساخته میشه، یعنی راه بهت میگه کجا باید بری. توی کناره های این راه اگر نگاه کنیم پر است از جنازه. توی کوهنوردی هم همینه. فاتحان اورست وقتی که مسیرشون رو میخوان پیدا کنن از رو جنازه ها پیدا میکنن. اگر به یک دوراهی برسن، راه سمت چپ 4 تا 5 تا جنازه توی اون راه میبینن و راه سمت راست هیچ جنازه‌ای نیست. اینا احتمال میدن که راه سمت راست راه ایمن باشه و اگر سمت چپو برن مثل همه اونا گیر میکنن و میمیرن. کسی نمیاد این قبرها رو نبش قبر کنه، این جنازه ها رو در بیاره به ما نشون بده خطراتشون. راهو کسی نمیاد به ما نشون بده، ما خودمون باید از اون حالت پیشورد ذهنمون که فقط برنده ها رو میبینه خارج بشیم، خطا رو ببینیم، بهش آگاه بشیم و مسیر رو با تمام جزئیاتش ببینیم. ما خودمون باید بریم این قبرها رو نبش قبر کنیم، جنازه ها رو در بیاریم و ببینیم کجاشون تیر خورده که مردن. و توی این مسیری که داریم میریم ما هم حواسمون باشه، نباید اجازه بدیم ذهنمون گولمون بزنه، نباید اجازه بدیم رسانه ها گولمون بزنن. قدم زدن توی این قبرستون حس خوشایندی شاید نداشته باشه، ولی باریه که به روی دوش ماه. ما باید علیرغم این که حس بدی بهمون میده، خیلی خوشحالمون نمیکنه، خیلی موتیویتمون نمیکنه، خیلی اون انرژی رو بهمون نمیده که وای برو تو مسیر، برو به موفقیت برس، برو موفق شو. توی این مسیره یه وقتایی هم بیراهه بزنیم، بریم لای این قبرستونا، بریم لای این قبرها قدم بزنیم و مسیرمون رو برای خودمون شفافتر کنیم و بتونیم شفافتر فکر کنیم. اصلا هدف این کتاب همینه. این یه بخشی از اون مسیره، یه بخشی از اون نکاتیه که ما باید بهش دقت کنیم، یه بخشی از اون خطاهای ذهنیه که ذهن ما رو گول میزنه. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. من امین ابوالحسنی هستم. اینجا چنل رتوریکه. ما داریم کتاب هنر شفاف اندیشیدن رو بررسی میکنیم. این اولین خطاش بود. توی ویدیوهای بعدی به خطاهای دیگه‌اش میپردازیم. یه ویدیو هم دارم که کلا اصلا این کتابو به صورت خلاصه اومدم معرفی کردم و خطاهای ذهنی اونجا تعریف کردم. گفتیم که خطاهای ذهنی چی ان، چطوری ایجاد شدن. اگر دوست داشتین اون ویدیوها رو هم ببینید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که از ویدیوهای بعدی مطلع بشید. اگر هم کسی رو میشناسید که این ویدیو براش جذابه، برای اونم بفرستید که اونم توی این مسیر با ما همراه باشه. با امید دیدار، خدا نگهدارتون. Sitting in the basement apartment I rented with